وای سوختم. امروز قرار بود یک روز به شدت استتیک باشه ولی خب نه لطفا، به خاطر فوت وقت و فوت برق اصلا استتیک نبود، هر چیزی بود به غیر از استتیک. و از اونجایی که من همیشه توی یک بدو ناتمامم، روز هم به همون منوال در راستای بدو کردنمون فقط تونستیم یه 3-4 تا در راستای بدو کردنمون تونستیم فقط یه ذره شیک بشیم. کاش نمی‌سوختم. قیافم انگار تازه تو رخت خواب اومدم بیرون، و ما با لیوان میایم بیرون چون که امروز حس لیوان. حجاب اسلامی برای توقیف نشدن ماشین. روز فردا کی بیایید. ثبتم در حال حاضر خانم خایه و هستی اینا رو پخش میکنه، چون که شاید من از درون یک خانم 60-70 سالم و هایده و من هستی گوش میدم. باید بریم سر کار. بعد در حالی که الان ساعت 10 دقیقه بدونه و من تازه در خونه اومدم بیرون. من ساعت 9 کلاس داشتم و داریم میرم به سمت کلاس. خدا رو چه دیدید؟ شاید رسیدیم. چرا اینجا موهای من پفه؟ یه پفا به خودتو ببخشید. اینجا به اسلام لیوان بچه، این لیوان گنده است که هیچ جای ماشینم جا نمیشه که بخوام فیکسش کنم که نیفته، مجبورم بگمش دست یه جایی بذارم زمین مثل پشت چراغ قرمز که شال درست کنم. آره بچه، من اگه ماشینم توقیف شه دوباره دیگه بهم نمیدنش، میبرنش اوراقش میکنم. از حجاب اسلامی برام یه چیز اجباریه الان، نگه برای بقیه انتخاب. A few moments later. خب من کلاسم تموم شد، الان میریم به سمت کار. بله جلوی در کلاس تصمیم گرفتم آرایش کنم. همیشه هم قیافم خوابالود و اینا نیست. شدم 1 کیلو روزنامه بخرم. چرا روزنامه دونه‌ای نداریم دیگه؟ چرا؟ الان میریم سمت کار بچه جون. ما باید بریم نون در بیاریم. هیچ وقت میری در دقیقه نگیم.
تو رو خدا بریم 1 کیلو فاکینگ روزنامه رو من میخوام چیکار کنم که شیشه باش تمیز کنم. فکر کنم ماژیک خونه دارم، نیازی نیست بخرم. ماژیک نمیخرم. چون نمیتونم در آب معدنی بکنم. خدا خیلی سفته که See? We don't need no man. We don't need no man. We can open the bottle by ourselves. الان ساعت 11:20 است و بنده با کارفرمام تماس گرفتم، گفتن که ما برق نداریم عزیز دل، برقمون قطعه، دنبال کارهای برق. شما برو، ما کارمون تموم شد و شما تماس میگیریم. ما داریم میریم به سمت خونه. دور میدون یه دونه بیلبورد خیلی بزرگ زدن که پرداخت عوارض مساویه با توسعه شهری. حالا ما میدون رو رد کردیم اومدیم رو پل و شاهد توسعه شهریشون بودیم. توسعه شهری چیه؟ اینکه سال یه بار بیان پلو جدولا رو رنگ کنن. حالا یه موقعی از آبی سفید به زرد مشکی تغییر میکنه، یه موقعی از زرد مشکی به آبی سفید تغییر میکنه. تنوع بالاست. خب تنوع زیاده اینجا. بچه ها توسعه شهری رو خیلی جدی میگیرن. خوردیم این چراغ قرمز و خلاصه که عوارضتون رو پرداخت کنین که جدولای شهرتون رو رنگ کنین. بریم خونه. خستم چون من قیافه منو با این فعلا تحمل کنین تا با استند بگیرم. جوری که داشتم سخنرانی میکردم، سخنوری میکردم، سخن درد میکردم از خودم، تلفن زنگ خورد. بله خانمی که شما باشین تشریف بیارین سر کار لطفا. الان داریم بریم سر کار. اگه که این سیکیوریتی های بلکه خانم بهش اجازه بده اونجا فیلم میگیرم، اگرم که بهش اجازه نده باز فیلم میگیرم، ولی خب حرف نمیزنم. البته اونجوری هم قرار نبود حرف بزنم، ولی خب حداقل خودم رو اینجوری آروم میکنم. بریم سمت کار. من یه جا پارک خوب پیدا کرده بودم و بعد اون خیابون شلوغیه، یعنی یه خیابون خیلی شلوغیه که جا پارک پیدا کردن توش کار حضرت فیله. یه جا پارک خیلی خوب مناسب نزدیک پیدا کرده بودم. نه یا دیگه ما حرکت کردیم جا پارک ما رو داریم مرزبی ها. حالا الان ما بریم دنبال جا پارک بگردیم. من رسیدم و یه جا پارک خیلی خوب پیدا کردم. چنده میگن کور از خدا چی میخواست، یه چشم بینا. شاید هیچ کدوم از شما منو نشناسید. میتونیم با دست فرمون الان یک اینترو داشته باشیم و یک معرفی کنیم. داشتم میگفتم اسم من ملیکا از You Must Know. اسم من ملیکا و داشتم یه دایرکت میخوندم اون بالا. اسم من ملیکا، 23 سالمه، 24 سالمه در واقع، ولی میخوام بگم 23 سالمه. 23 سالمه تکنیکلی 23 سالمه ولی منتالی 24 سالمه. منتالی که نه، ولی خب باز از یک جنبه تکنیکلی دیگه من 24 سالمه. گرافیک خوندم دانشگاه، فارغ التحصیل شدم دانشگاه و الان نمیدونم دارم با زندگیم چیکار میکنم. پس حالا که نمیدونم دارم چیکار میکنم یوتیوب رو شروع میکنم و حالا توی این راه شاید تصمیم های عجیب غریب دیگه گرفتیم، بعدا راجع به اونها صحبت میکنیم. فعلا در حال حاضر همینا کافیه برای اینترو از خودم. بله بچه ها من کار میکنم و کارم هم تولید محتوا برای پیج های متفاوت. بچه ها من طراحی میکنم. من خیلی طراح حاذقیم، خیلی طراح خوبیم، طراحی میکنم، طراح گرافیکی مامان و کلا طراح خوبیم. اعتماد به نفس داره تو خدا. یعنی هیچ آدمی رو زمین، هیچ آدمی رو زمین اینقدر شاید از خودش تعریف نکنه، شاید هم بکنه، نمیدونیم که. ولی خب خلاصه که آره کار طراحی رو دوست دارم، طراحی میکنم، ولی برای بقیه طراحی کردن برای خودم خستم.
یعنی اگه که اینستاگرام منو اینجا می‌نویسم، اینستاگرام منو دیده باشین، کلا 3 تا پوستر طراحی کردم برای خودم که ازشون راضی نیستم. یکم راضیم، یکم راضی نیستم. امروز قراره اینجا ویدیو ضبط کنیم، بریم خونه، بیافتیم تو تخت خواب، قصه بخوریم، فکر نکنم، نمیدونم، شاید یکی از آپشنامون قصه خوردنه، یکی از آپشنامون اینه که خیلی پروداکتیو باشیم و ویدیوها رو ادیت کنیم، پست کنیم. من با پست بذارم الان، بزنم برم پستمو بذارم. من پستم گذاشتم و برگشتم به صحبت کردن و این نکته جالب راجع به صحبت کردن این که تپش قسمت من از صحبت کردن جلوی دوربین متنفرم. به شدت اینسیکیورم میکنه، به شدت یه حالی میکنه و خیلی سختم جلوی دوربین صحبت کنم. تو تنهایی هم میتونم خوب صحبت کنم، مثل الان که خودم تو دوربین و نمیدونم که آیا اصلا قرار هست که این کل روزی که من صحبت کردم رو آپلود کنم یا نه، اما همین که ریکوردشون کردم یک قدم مثبت. ذره بنده ملیکای سخنور از حضور شما مرخص میشه فعلا تا سری بعدی که ما دوباره همدیگه رو اینجا ببینیم. بای.